فوت طبیبان در هر یک نشست‌هایی که با دیگر کارمندان سوها ما گفتگو میکنیم اوید فوت طبیبان یعنی گفتنی ها میشود. من امیر قید کردن هستم که طبیبان هم مانند دیگر شهروندان، مانند یعنی معلمان، مانند انجینرها، کارمندان عادی هم یک شهروند هستند و یا هم سیرایت می‌یابند و حالت‌هایی که فوت طبیب وابستگی باشد در روند در وقت توبت با بیماران در همه شعبه‌هایی که بیماران بستری بودند طبیبان فعالیت می‌کردند. امروز هم خیلی طبیب در وزارت تندرستی به قد گرفته شدگی نیست، لیکن تعداد همچون شهروند جمهوری تاجیکستان میتونست که باید در کوچه برای رعایت کردن یعنی قاعده‌های بهداشتی، حالت سانیتری، اپیدمیولوژی در خانه و دیگر جاهای جمعیتی سیرایت یافته و آورده به یکم اوریزه یا که پیدایش اوریزه یا بستری شدن در بیمارخانه هم خیلی حادثه ها هست، لیکن وابستگی زیچ فعالیت آنها در مؤسسه‌ای که بیمار بودن فوت آنها به خط گرفته شد.